اینمی صحیفه های اینترنتی شما نامه اعمال شما هست که روز قیامت در دست شما داده میشه. و والله قسم هر چیزی که نشر میکنی، هر چیزی را که پدیلیت میکنی، هر چیزی را که لایک میمونی، بفهم که در نامه اعمالت نوشته میشه و پیش الله یک جواب میگی، هیچ جا گم نمیشه. مگر اینکه توبه کنی به سوی الله برگردی، مگر اینکه صحیفه های خودت پاک کنی، مگر اینکه صحیفه های خودت پاک کنی. هر کاری که میکنی الله برات برمیگردانه. در قرآن الله چی میگه؟ فاما من ثقلت فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. الله چی میگه؟ میگه هر کسی که یک ذره عمل صالح میکنه او را در روز قیامت میبینه.